با تازه‌ترین تولد تاجیکستان جهان شما را در برنامه اخباری آزادی آشنا می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 19 دکبر از این قرارند. پوتین درباره کشتار قابلجان علیف 10 ساله حرفی نگفت. پرزیدنت روسیه در نشست سالانه‌اش اساساً درباره جنگ در اوکراین و دستاوردهایش صحبت کرد. اما در هر صورت ما از طرفهای گوناگون از جمله رژیم کیف بعضی اشاره ها را به ضرورت مکالمه می‌بینیم و احساس می‌کنیم. کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی برای در زندان‌های تاجیکستان نگهداری محبوسان مذهبی نگرانی کرده است. و اقبال سولیف که خود را داخان و جنبرار عنوان می‌دهد و گویا با یک نگاه و لمس کردن بیماران را شفا می‌بخشد، با جرم عوام فریبی به 10 روز حبس محکوم شد. ولادیمیر پوتین روز 19 دکبر در ملاقات ویژه مستقیم سال 2025 را نتیجه گیری کرد. در این برنامه پرزیدنت روسیه به سوال خبرنگاران و همساکنان پاسخ داد. توجه اساسی او در صحبت‌های امروزه به جنگ در اوکراین روانه شده بود. ولی رهبر روسیه اویدی کشتار بیرحمانه خواننده 10 ساله تاجیک در روز 16 دکبر که تاجیکستان و مردم گوشه‌های دنیا را تکان داد یاد هم نکرد. سوال درباره این حادثه از جانب خبرنگاری تاجیک هم که در تالار و در روبروی پوتین قرار داشت دادن نشد. قابلجان علیف نورس تاجیک در مکتب در ولایت مسکو از دست نابالغ 15 ساله روس به قتل رسید. گزارش درباره محتوای اساسی صحبت امروزه ولادیمیر پوتین را همکارم میرزا نبی خالقزاد پیشنهاد شما میکند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات مستقیم سالانه‌اش را با خبرنگاران داخلی و خارجی با تصویر پیشرفت ارتش روسیه در جبهه جنگ در اوکراین آغاز نمود. او هیچ اشاره نکرد که کرمل بهر رسیدن به صلح به کدام سازش و یا گذشته آماده است. در این ملاقات عنعنوی نتیجه گیری از سال 2025 که 19 دکبر دایر شد و زمانی راست میاد که پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ تلاش دارد تجاوز نزدیک به 4 ساله روسیه به خاک اوکراین را خاتمه بخشد. امسال این ملاقات چند ساعت مستقیم در شبکه‌های تلویزیونی روسیه پخش شد و در آن پوتین بار دیگر تکرار کرد که کشورش در جنگ با اوکراین پیش دستی دارد و مسکو تمام وظیفه‌های در نزدش گذاشته را اجرا خواهد کرد. پوتین جانب اوکراین را سببگار بنبست مذاکرات صلح نامید. آنها آن زمان هم نخواستند و بعد در استانبول هم نمیخواستند. ابتدا موافق بودند و به سندها امضا گذاشتند، سپس از همه سازش‌ها دست کشیدند. حاضر هم از ختم نزاع با واسطه تشبس‌های آسایشته خود را کنار میکشند. اما در هر صورت ما از طرف‌های گوناگون از جمله رژیم کیف بعضی اشاره‌ها را به ضرورت مکالمه می‌بینیم و احساس می‌کنیم. می‌خواهم بگویم که ما هم آماده هستیم و می‌خواهیم که نزاع بر پایه تقاضاهایی که در ماه ایون سال گذشته در وزارت کارهای خارجه روسیه مطرح نموده‌ایم خاتمه یابد. یعنی رفع سبب‌های ابتدایی سرزدن نزاع باید برطرف کرده شوند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بارها گفته است که کشورش برای مذاکرات صلح آماده است، ولی مسکو کار را کشال می‌دهد و برای پایان دادن به جنگ میل نشان نمی‌دهد. چند ساعت پیش از ملاقات پوتین اتحادیه اروپا در مورد استفاده مبلغ‌های حبس شده روسیه به موافقت نرسید. طبق پیشنهاد میبایست این پولها برای اقتصاد اوکراین صرف میشدند. به جای آن اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به کیف قرض امتیازناک برابر با 90 میلیارد یورو تقدیم کند. این گزارش از نشست سالانه ولادیمیر پوتین بود. اما اگر به حادثه کشتار قابلجان علیف 10 ساله برگردیم، دادگاه منطقه تیوری ولایت مسکو نورس متهم به قتل او را 2 ماه به حبس گرفت. در این مدت باید پرونده تیموفی 15 ساله از روی مدعی کشتار نابالغ بر اساس نفرت یا دشمنی ایدئولوژی، نژادی، ملی یا دینی تفتیش شود. قانونگذاری روسیه برای این اتهام از 8 تا 12 سال زندان یا حبس ابد را پیش بینی می‌کند.
یک سازمان آمریکایی که وضع آزادی‌های دینی را در جهان بررسی می‌کند، وجود زندانیان به اصطلاح دینی را در تاجیکستان تنقید نموده است. کمیسیون آزادی‌های مذهبی باور دارد که بخشی از آنها فعالیت آسایشته دینی داشته ولی با اتهام افراط‌گرایی به محبس انداخته شدند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان همواره از آزادی دین صحبت می‌کنند. تفصیلات خبر در گزارشی همکارم کایمارسیاتا. یک سازمان معتبر آمریکایی آن گروه شهروندان را که در تاجیکستان برای باورهای دینی خود بازداشت و زندانی شدند محبوسان مذهبی نامیده است. به باور کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی، آنها فعالیت آسایشته داشته ولی در دایره مبارزه دولت با افراط‌گرایی دستگیر و محکوم شدند. این کمیسیون تاجیکستان را از سال 2012 برای پیوسته و به طور جدی محدود کردن آزادی دین در رویخط کشورهای مورد نگرانی خاص جای می‌دهد. دپارتمنت دولتی و یا وزارت کارهای خارجه آمریکا نیز دوشنبه را از سال 2016 در همین رویخط نگاه می‌دارد. آصف محمود، معاون رئیس کمیسیون بین المللی آزادی‌های مذهبی، در یک پادکست از روز 18 دکبر گفته است حکومت امام علی رحمان فعالیت دینداران را پرره زیر نظارت دارد و حقوق همه گروه‌ها را به آزادی دین پایمال می‌کند. اقتباسی را از سخنان او می‌آوریم که گفته است حکومت جامعه دینی را تهدید به قدرت خود می‌بیند و برای جنایی اعلان کردن فعالیت‌های مستقل دینی قانون‌های خود را به کار می‌برد. به نظر آصف محمود، حکومت تاجیکستان بیشتر مسلمان‌هایی را که از اسلام حنفی به اصطلاح رسمی دور می‌شوند و پیروان اسماعیلی را با اتهام‌های ساخته افراط‌گرایی مورد هدف قرار می‌دهد. او میگوید کمیسیون آزادی‌های مذهبی در حال حاضر قضیه کمش 14 کس را در تاجیکستان پیگیری دارد که برای فعالیت‌های دینی دستگیر و زندانی شدند، ولی به باور او شماره واقعی آنها زیادتر از این است. در یک سال اخیر مرگ دست کم 2 روحانی در زندان‌های تاجیکستان ثبت شده است. مظفر دولتمیروف، روحانی اسماعیلی از ولایت مختار کوهستان بدخشان که سال 2022 با اتهام افراط‌گرایی به 5 سال زندان محکوم شد و تابستان امسال در محبس درگذشت. زبیدالله رازق، روحانی و یکی از چهره‌های شناخته حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که دستگیر و زندانی شده بود، ماه سپتامبر امسال فوتید. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی هر سال وضع دینداران را در گوشه‌های جهان از جمله تاجیکستان ارزیابی می‌کند. این سازمان چند سال باز طلب دارد که به ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند، تحریم‌های هدفمندانه یا مقصدناک جاری کرده شود. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. با طلب سازمان‌های بین‌المللی و هم در تلاش برای مبارزه با فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان قانونی را اصلاح کردند که فهرست منصبدارانی را که باید اعلامیه‌های انداز و اموالشان را سپارند درست‌تر می‌کند. وکیلان مجلس نمایندگان هفته گذشته طرح اصلاح شده قانون درباره مقاومت با کروپسیا را تکمیل نمودند که منصبداران دولتی را عهده‌دار می‌سازد ذره از ثروت و اموالشان را پنهان ندارند و در اعلامیه انداز نویسند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او در همین باره صحبتی داشتم و نخست از اصلاحات در این قانون پرسیدم. اصلاح و تغییرات اساساً در ماده 21 قانون است که از منصبداران دولتی می‌خواهد هر سال درباره درآمد و اموال خود به اداره انداز گزارش بدهند. در این ماده در قانون پیشینه که فقط از 5 بند عبارت است آمده است رهبران مقامات دولتی عهده دارند هر سال دایر به وضع مال و ملکی خود به مقامات بالایی و عاید به درآمد به مقامات انداز معلومات پیشنهاد نمایند. اما در طرح نو فهرست منصبدارانی که باید اعلامیه‌های انداز و داروهای خود را حتما بسپارند بسیار وسیع‌تر شده است. از جمله حساب کارمندان بانک ملی، مقامدارانی که در خارج کار می‌کنند و هم منصبداران تمام مؤسسه‌هایی که در آنها حصه دولت نه کمتر از 50% را تشکیل می‌دهد. این منصبداران اعلامیه‌های خود را باید تا روز 1 اپریل سپارند. الیاس ادریس‌زاده مدیر آژانس خدمات دولتی در حضور وکیلان مردمی گفته است که در اعلامیه از درآمد باید درآمد منصبدار، مالیات پرداختش، ماشین و خانه‌های استقامتی، حواله بستانسرا چه در خارج یا در داخل ذکر شود. اگر مرغ و گاو و گوسفند هم پرورش کنند یا در اختیار داشته باشند حتما سرشمار آنها را باید بنویسند.
در عموم به ماده 20 قانون 6 بند اضافه کردند و در مجموع به 11 بند رسانیدند. شفافیت در کار اداره‌های دولتی و بخصوص ثروتی وزیران و منصبداران سالهاست که در جامعه تاجیکستان بررسی می شود. از این رو از همکارم سوال کردم که تا کجا این قانون به شفافیت کار وزیران و کبیران مساعدت می کند. اگرچه سپردن اعلامیه انداز برای مقامات تا سال هاست که حتمی است، ولی تاکنون هیچ یک از وزیران یا منصبداران بلندپایه تاجیک اعلامیه انداز یا دارایی‌های خود را نشر نکرده است. مزد کم ولی ثروت و دارایی بعضی از منصبداران در تاجیکستان شبهه و گمان را درباره شفافیت کار آنها و یا سوء استفاده از مقامشان زیاد کرده است. در گذشته خبرنگاران تاجیک از یک دادستانی سابق کل پرسیده بودند که زیردستان یا که مزد کم میگیرند چگونه صاحب ماشین‌های گرانبها شدند و پاسخ او هم این بود که خویشاوندانشان هدیه کردند. ماه فوریه سال 2022 محققان مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته گفتند سندهای را در اختیار دارند که نشان می‌دهد قاسم رهبر وزیر سابق کشاورزی و رئیس سابق ولایت سوخت سال 2004 در یک بانک شویتزاری حساب باز کرده در آنجا بیشتر از 8 میلیون فرانک شویتزاری نگه داشته است. با وجود شبهه و گمان زیاد که به این زودی‌ها منصبداران تاجیکستان اعلامیه‌های خود را از جامعه هم نشان بدهند، الیاس ادریس‌زاده رئیس آژانس خدمت دولتی تاجیکستان در گذشته گفته است که بررسی‌ها درباره عاموی کردن معلومات درباره دارایی منصبداران ادامه دارند، اما قرار نهایی کی قبول می شود معلوم نیست. تشکر از همکارمان طاهر سفر که درباره طرح اصلاح شده قانون درباره مقاومت با کروپسیا در تاجیکستان معلومات داد. بینندگان عزیز، نظر شما در این باره چیست؟ با این بحث در صفحه های رادیو زودی در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید. برنامه را ادامه میدیم. دادگاه جنایتی شهر قوقند روز 17 دکبر اقبال سولیف رو که خود را داخان و جنبرار عنوان میدهد و گویا با یک نگاه و لمس کردن بیماران را شفا میبخشد به 10 روز حبس محکوم نمود. دادگاه معلوم کرده است که نامبرده صرف نظر از آن که اجازت مشغول شدن به طبابت مردمی را نداشته است، به کار و به اصطلاح عوام فریبیش ادامه داده است. اقبال سولیف نه تنها بیماران را فعالانه از ازبکستان و کشورهای دور و نزدیک قبول میکرد، بلکه معالجه به اصطلاح معجزوی خود را طریق شبکه‌های اجتماعی ترغیب مینمود. ماه‌های گذشته در نوارهای نشر نموده سولیف چندین زنان تاجیک نیز نشان داده شده بودند که برای خلاص گشتن از دردهایشان به نزد او رفتند. در تاجیکستان هستید؟ از کجا؟ از دوشنبه؟ از شما فقط اخلاص لازم است. شفا را خدا می دهد. در تاجیکستان رفتن به نزد فولبین ها و جادوگران از 3700 تا 4500 سومانی جریمه در پی دارد. آنهایی که به این کار مشغولند از 6 تا 7500 سومانی جریمه می شوند و در صورت تکرارا صادر کردن عملشان می توانند زندانی گردند. و یک خبر دیگر، یک منبع در حکومت طالبان درگیری دو شب پیش در ولایت بدخشان افغانستان را تصدیق کرده گفته است که سربازان آنها بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش یا گروه تروریستی دولت اسلامی حمله کردند. این منبع که نخواست نامش افشا شود به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفت این مخفیگاه به کسان مربوط بود که در حمله های اخیر به شهروندان چین در تاجیکستان دست داشتند. پیش از این رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله المیرصاد گزارش دادند که نیروهای طالبان شب سه‌شنبه عملیاتی را علیه یک مخفیگاه داعش در شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت بدخشان انجام دادند. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. سپاس که ما را همراهی کردید. برای شما استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.